داستان این فیلم از اتفاقات واقعی در کریتانونت الهام گرفته شده و تمامی اسمها، شخصیت‌ها و اتفاقات ساخته ذهن نویسنده میباشد. نشان دادن هر فرهنگ یا شخصیتی در این داستان به منظره تحقیر یا توهین به آنها نیست. کانچاناپوری 1972. موسیر امسال خوب فروش میره. تقریبا کیلوی 10 بات. همین که یه پولی در میاریم تا بتونیم هزینه درمانو بدیم خوبه. قیمتش اصلا مهم نیست. کاش همه چیز مثل قبل بشه. خدا رو شکر داره بهتر میشه. در حدی شده که بعضی وقتا بلند میشه خودش کاراشو میکنه. ولی بیشتر اوقات تو تخت خوابیده. همش باید بررسی کنیم ببینیم داره نفس میکشه یا نه. علائمی هم که داشت هیچ تغییری نکرده. به نظرم بهتره خیلی بهش فکر نکنی. نارت! من الان اینجا دارم باز میکنم. نارت طاقت بیا در باز میکنی. نارت چی شده؟ زخمی شدی؟ نارت خوبی دخترم؟ نارت کجا درد میکنه؟ دلم شکمم درد میکنه. حالا چی کار کنیم؟ نارت چه بلایی داره سرش میاد؟ نارت اتفاقی داره میفته. نارت دخترم. نارت نجوا کننده مرگ. مامان آب پشتمو ندیدی؟ خیلی دیر بیدار شدی. شانس آوردی بابات خونه نیست وگرنه کلی غر میزد. خواهر جون من انجامش دادم. ممنونم. بذار کمکت کنم. بعد از مدرسه مستقیم بیاین خونه. باباتون میخواد ما رو ببره فستیوال. آخ جون فستیوال. اونجا پشمکم میفروشن. اصلا فکرشو نکن. دندوناش خراب میشه. راستی مامان یا کی میاد؟ طبق چیزی که تو نامه نوشته بود احتمالاً 1-2 روز دیگه. عجیب نیست. خیلی دوست داشت سرباز بشه ولی حالا یهویی قبول کرده برگرده. پاشید برید دوش بگیرید. نباید دیر کنید. برید دوش
دوش بگیرید باشید از دست اینا. بودیم بچه ها. ای وای، یادم رفت. باید به مامان میگفتم که بعد از مدرسه برای تمیزکاری میمونم. روز آخر و کلاس احتمالاً زود تموم میشه، نگران نباش. جدی؟ مامان نمیذاره پشمک بخورم. تو برام پشمک میخری؟ آخه ناراحت نباش. بیا تا دم اتوبوس مسابقه بدیم. هر کی باخت بیاد خوراکی بخره. برو. ببینش. صبر کن. صبر کن. وایسا. من برنج سرخ شده میخوام، تازه به خاطر امروز تو بهم بده باشه کاری. بابا، هر چقدر میخوای پرخوری کن. تو بهترین خواهر دنیایی. ما امروز خیلی خوشحالی ها. به چی نگاه میکنی؟ بیا بریم. من آشغالا رو میبرم. یا پاشو ببینم. این میز مال کیه؟ چرا این نقاشی ترسناکو کشیده؟ درست نگاه کن، بازم هست. نارت، همون دختریه که خیلی عجیب مرد. بیا بریم. حتما یه منتظرمونه. بیا. کانچان نابوری.
یاد مسخره، اصلا کارت با مزه نبود. یادش سکته میکرد. خوبه میدونی چقدر سری میترسه. ای بابا نگران نباش، مالاریا همونو نمیکشه. خودت بدتر از همه جیغ زدی. ساکت شو. این همه سال تو سرما اومدم دنبالتون، حالا اینجوری ازم تشکر میکنید؟ درسته ای؟ چرا اومدی دنبالمون؟ نکنه مزرعه بودی؟ خیلی خوب، بیایید بریم، بابا منتظره. باشه. خب بریم یی. یاد بیا باشه. دیگه. ببین ما نیروی بیشتری میخوایم چون یه زمین دیگه هم باید برداشت کنیم. باید تا 1-2 روز دیگه تموم بشه. 5 کیلومتر با اینجا فاصله داره. میتونی اینجا یه کلبه بسازی و بمونی. هر روز وسایلی که بخوای برات میارم. چرا اینقدر دیر کردین؟ کجا بودین؟ بابا اونا با گفتن تو که نبودم. باید تمیزکاری میکردم. برای همین به اتوبوس آخر رسیدیم و یکم دیر شد. روزایی که صبح زود از خونه میرید بیرون باید تا عصر برگردید، نه این وقت شب. اگه تکرار بشه دیگه حق ندارید مدرسه برید. بابا یاد و یود میتونن به مزرعه آب بدن. نباید به فستیوال دیر برسیم. خب چی میگفتم؟ بهم نگفتی تا کی باید کارو تموم کنم. من ازت ممنونم من. از خانواده‌ام در برابر بیماری و شرارت محافظت کن. آمین. آمین. چیه دختر؟ خیلی عجیب بود. همیشه بیشتر دعا میکردی. میخوام بدونم چرا. تازه کسی هم توی خانواده‌مون مریض نیست. زود باشید، اگه دعا کردین بهتره که بریم. بیا عزیزم. وای اونجا وای بوده زود بریم. باشیم بریم. توی شهر باییم. میخوای؟ آره میخوام. کی پشمک داره؟ وای پشمک آره بیا منم بریم. میخوام. آها بایستا. بیا. اونجا رو نگاه کن. سلام خانم، خوبی؟ بفرمایید. دیگه اینطوری از ما دور نشو باشه؟ چی شده؟ اوه انگار تب داری. فکر کنم سرما خوردی. میرم به مامان بگم. نه خواهر، لطفاً بهش چیزی نگو. خیلی دلم میخواد سوار چرخ و فلک شم. اون بالا باد میاد، حالت بدتر میشه. سرما خوردی. خواهش میکنم، فقط همین یه بار. اگه الان نتونم سوار شم شاید دیگه هیچ وقت فرصت نشه. باشه، ولی وقتی تموم شد به مامان میگیم. باشه؟ بچه‌ها یاد بهتره قبل از اینکه بیان سراغمون برید سوار چرخ و فلک شید. کی بیاد دنبالمون؟ خفه شدی که هیچ کس دنبالمون بیاین. بریم. ها این چیه؟ اونجا رو ببین. وای نگاه کن آدم از این بالا چقدر کوچولو هن. آره خیلی کوچولو هن. آره خیلی. دورو برای تو ببین. خوشگله مگه نه؟ خیلی قشنگه. خیلی خوشحالم که باهاتون اومدم. واقعا دوست داشتم بیام. کاش یاکم اینجا بود. با اینکه
که هر وقت پیش خانواده‌ای بحث پیش میاد، ولی وقت گذروندن باهاشون خیلی خوبه. غرفه ها رو نگاه کن. مراقب باش. بیا بشین. چی شده؟ یه پیرزنی داشت نگاه میکرد. ممنونم. هی چی شده؟ بهت خوش نمیگذره؟ آیی آیا حالت خوبه؟ منم دیدمش. قیافش خیلی ترسناک بود. ولی من چیزی ندیدم. یام حالت خوبه؟ فکر کنم سرما خورده به خاطر بادیه که میومد. مثل همیشه هر وقت میایم بیرون سرما میخوره. بریم خونه استراحت کنیم. به یوس میگم فردا ببرتش درمونگاه. بیا بریم عزیزم بیا. چرا میگی حالت خوبه؟ عین گچ دیوار شدی. هی چی کار میکنی؟ یاک. برو بشین آقا. تو مریض شدی؟ نه حالم خوبه. دکتر گفت به خاطر خستگیه و به هم یه سری ویتامین داد. خب حالا که اینجاییم بریم بازار. منم میتونم تو بیام. دیگه بزرگ آره؟ شدی یام. تو هم فقط بلدی مسخره بازی دراری. منم دلم برات تنگ شده بود داداشی. ببخشید خیلی وقت رانندگی نکردم. یه خود صبر کنی درست میشه. بزن بغل. جلو حسن جا نیست. میخوام برم عقب. بی خیال. اون پشت کثیفه. همینجا بشین. چیه که یهو مهم شدم؟ حالت خوبه؟ بیا این برای تو و یوده. نمیخوامش. خودت بدش به یود. خودت لوس نکن. هر وقت دیگه ازم متنفر نبودی ازش استفاده کن. نگاه کنید یاک اومده. سلام یاد. بیا سوغاتی تو بگیر. وای چه باحاله. یاک سلام یاک. سلام. وای چقدر بزرگ شدی.
سوغاتی های شما رو آوردم تو کیفمه. واقعا؟ نذار بابا ببینه وگرنه دعوا را میندازه. یام تا برو استراحت کن. باشه. بیاین دنبالم. حالت خوبه؟ نه. یاک؟ سلام مامان. سینگ اومد ترمینال دنبالم، بعدش هم یام و یودو دیدم و باهاشون اومدم اینجا. خیلی طولش دادی. فصل برداشت داره تموم میشه. فردا صبح زود را میافتیم. کلی کار برای انجام دادن هست. کی گفته برای کمک کردن اومدم؟ فقط یه شب قراره بمونم. شوخی کردم بابا. واقعا مسخره. بریم تو ماما. بیا بریم بابات برات گوشت خشک خریده. نه خیر، اونا برای خودمه. چی شوخیت گرفته؟ اوه به موقع رسیدم. اوه عجب رنگ و بویی را انداختی مامان. تمام روز بیرون بودی، حالا با بوی گندت اومدی سر میز؟ تو چت شده؟ خب بابا با دوستام رفته بودم بیرون. این چه حرفیه که میزنی؟ تو که تازه رسیدی. خب چی کار کنم بابا؟ بهشون بگم که پاشن بیان اینجا؟ ببخشید. ولش کن، بذار بچه غذاشو بخوره. تو همیشه ازش طرفداری میکنی. ببین چقدر لوس شده. وای بیا اینم غذای مورد علاقه تو، لوبیا با پنیر. ولمون کردی بری سرباز بشی. ما اینجا بیچاره شدیم از بس کار کردیم. فکر میکردم یه خورده آدم میشی. یوس بی خیال دیگه، داداش بزرگمونه. خب که چی؟ یک ممنونیم از سوغاتی که برامون آوردی. آره منم خیلی سوغاتیمو دوست داشتم. وقتی میخورمش رنگ زبونم عوض میشه. خوراکیه رنگ میده؟ دیگه حق نداری از این چیزا براش بخری. بی خیال بابا، اینقدر سختگیر نباش. یه خورده آزادشون بذار زندگی بکنن. اونا که نباید کل روز تو خونه بمونن و مثل دیوونه ها فقط بشینن یه چافا اخ بکنن. بابا چه احمق. اسم کسیو که نبرد عصبانی نشی. غذا تو بخور بابا. بیا بادمجون بخور. خواهر سرم درد گرفته، میشه منو ببری تو تخت؟ خیلی لوس شدی. چجوری درستت کنم؟
بابا یادش رفته شمع روشن کنه؟ یا چی کار میکنی؟ گشنمه. یا الان چی خوردی؟ من که ندیدم غذای گرم کنی. نمیتونی همینطوری ول کنی بری من. اگه پول بیشتر میخوای خب بگو. نه چرا دچار سوء برداشت میشی؟ اصلا قضیه پول نیست. فقط میخوام برم. اگه قضیه پول نیست پس چیه؟ اگه بهت بگم باورت نمیشه. خدایا چی باید بگم؟ من دیگه نیستم. میخوام برم. این مسخره بازی ها دیگه چیه؟ تمومش کن. بابا بذار من باش حرف بزنم. بفرما. حالا بهتری؟ حالت خوبه؟ ببخشیدا ولی اصلا برام مهم نیست. من دیگه نیستم. من نمیخوام نظرتو عوض کنم. حداقل بهم بگو چی شده. نمیخوام دربارش حرف بزنم. چرا؟ میشه یه نفر منو ببره مزرعه لطفاً؟ سریع کارو پیش میبرم تا آخر وقتم تمومش میکنم. تو هم خیلی مراقب خونوادت باش پسرم. برو به زمین آب بده. بعدش هم بیا تو آشپزخونه کمکم. نمیتونیم به کارگر اعتماد کنیم. الان دیگه فقط من، تو و یودیم. بیا امروز کارو تموم کنیم. اگه تمومش کنیم بابا آروم میشه. اون فقط نگران برداشت و خوش کردن موسیقی است. بریم. پس بیداری؟ حالت چطوره؟
امروز هوا خوبه، چطوره بریم یه قدمی بزنیم؟ نمیخوام. بیا ماساژم بده عوضی. این چه طرز حرف زدنه؟ نمیتونی اینجوری باش حرف بزنی. از جلوی چشم گم شو احمق. بس کن، کافیه دیگه. این سر و صداها برای چی؟ صداتون کل خونه رو برداشته؟ مامان خواهر به زور منو میخواد ببره بیرون. بهش گفتم حالم خوب نیست و نمیخوام جایی برم، ولی گوشش بدهکار نیست. میگه تا بابا نیومده سری بریم. من نمیخوام برم بیرون. یه چیزی بهش بگو دیگه لطفا. من همچین حرفی نزدم. مگه نگفتی بریم بیرون؟ من قبول نکردم. بعدش عصبانی شد و داد زد. دروغ میگه مامان، اون به هم گفت عوضی. کافیه. نمیتونید با هم دیگه مثل آدم رفتار کنین؟ میخوای با این حال خواهرت اونو ببری بیرون؟ این کار درستی نیست. برای چی اومدی اینجا؟ یام خوابیده. منم یواشکی اومدم بیرون. اشکالی نداره امشب پیش تو بخوابم؟ چیزی شده؟ دیشب وقتی بیدار شدم یام برگشته بود و به هم زل زده بود. قیافش خیلی خیلی ترسناک شده بود. این شکلی بود. خیلی خوب باشه، فهمیدم. امشب میتونی پیش من بخوابی. حالا دستتو بشور و به مامان کمک کن. هنوز از من ناراحتی آره؟ میدونم یام یه جوری شده. از دستش ناراحت نشو، مریضه دیگه. یه ثانیه حالش خوبه، یهو دوباره مریض میشه. خیلی خشن شده، انگار اصلا خودش نیست. مگه میشه یه نفر دیگه باشید؟ چرا نگو. آخه مامان، بیا. واقعا مجبوری بری مامان؟ نمیشه همینجا بمونی؟ مسخره بازی در نیار، فقط یه شبه. مراقب خونه و خواهرات باش. حواست باشه یام خوب غذا بخوره. خوش بابا همه یه کارا رو انجام دادیم و کارگرها رو رسوندیم. خوبه. بریم عزیزم. خب بگید ببینم، وقتی من نبودم اتفاق عجیبی افتاده؟ داداش
این چه سوالی آخه؟ چه اتفاق عجیبی میخواسته بیفته؟ نه بابا. ای احمق، قیافه مامانا ندیدی؟ شوخی نمی کنم یاد. یاس تو حرفی نداری؟ دکتر گفت یام حالش خوب میشه، ولی راستش مشخصه که اینطور نمیشه. چیز دیگه ای نیست؟ چرا؟ وای، از کی داری گوش میدی؟ من از اولش. من صدای عجیبی شنیدم. چه صداهایی؟ درست نفهمیدم. صدای یه زن بود، یه صدای خیلی آروم که داشت توی شب زمزمه میکرد. ولی من که هیچی نشنیدم. شاید صدای باد بوده. میدونی که شبا باد میاد. باد نبود. یک تو چیزی نشنیدی؟ منم. یک چیه؟ اینجا تو تاریکی داری چی کار میکنی؟ هیچی، دارم فکر میکنم. من میرم دوش بگیرم. خب اون صدایی که گفتی و یادته؟ من نشنیدم. ولش کن یک، شاید اصلا خواب دیده باشم. ولی مان شنیده بود. جدی؟ ببینم مان فهمیده مال چی بوده؟ نه، چیزی به هم نگفت. فقط گفت اون برگشته. یک، فکر میکنی این قضیه ربطی به یام داشته باشه؟ ولش کن، برو دوشتو بگیر. چی؟ من محض اطمینان اینجا منتظر میمونم. باشه. یا یک یود یک چیزی نیست، من اینجا پیشتم. عباسی، با خواهرم چی کار کردی؟ من میرم دنبال یام بگردم، تو همینجا بمون باشه. جایی نری یا؟ نه، خواهش میکنم نرو. من میترسم، نرو.
مراقب باش. من نمیدونم بیرون چه خبره. شاید دوست اومده باشه تو قایم شو. چیزی نمیشه، مطمئن باش. نه نمیخوام، دلم نمیخواد قایم بشم. لطفا نرو. نمیخواد یامو پیدا کنم. گوش کن ببین چی میگم. تو از یک کمد تاریک بیشتر میترسی یا از گم کردن یام؟ خواهر جون، زود برگرد باشه. یک چرا آمدی بیرون؟ دوست اومده؟ نمیدونم یام کجاست، گم شده. برو پیداش داخل یاد. برگرد. برو تو خونه. یام گم شده، تو خونه نیست. چیزی پیدا کردی؟ اونجا، اون یامه. یک بگم که شلیک نکردی، نه؟ بگو که شلیک نکردی. برو تو خونه. درو ببند، چراغارم روشن کن. گوش کن، برو تو خونه. زود باش. به جا برو دیگه. با این عصبا رو. چی شد؟ من بهش گفتم محض اطمینان تو کمد قایم بشه. آروم باشید. بیا اینجا. حالت چطوره؟ ها؟ دلم درد میکنه. چی شده؟ هیچی. بهتر استراحت کنی. مراقبش باش. ببین پیشش بمون باشه، برای چراغ روشن میکنم. بهم بگین قضیه چیه؟ زود باشین راستش رو بهم بگید، منم باید بدونم. خب یام خواهر منم هست دیگه. شما دوتا خیلی احمق شدین. چند سال نبودم، حتی نوشیدنی خوردنم یادتون رفته. ها؟ لیوانتو بیار بینم. باش. ببینم همیشه باید اذیتمون کنی؟ برو گم شو. اصلا وقت نمیشد. چون یه نفر کمتر بود باید بیشتر کار میکردیم. چون برادر بزرگمون یه آدم عوضیه. تو الان میزون نیستی. حرفتو جدی نمیگیرم. اگه تو حالت عادی هم بودی مثل سگ میزدمت. الان فقط خودمونیم. بیاین تا صبح بنوشیم. شاید این وسط صدایی که یاد میگفتم شنیدیم. اطاعت.
یام. هی یاد ای با شما زود باشین بیدار شین. یا چرا اسلحه برداشتی حالا؟ یام 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 کجایی؟ اونجا رو نگاه کنید. نور بنداز. یه نفر اونجا بود. جدی میگم دیدمش. یام 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 کجایی؟ یام یام یاک چیه؟ اون چیه؟ لعنتی چی؟ کجا چی رفت؟ بود؟ اون دیگه چی بود؟ آی خدا کجا رفت؟ دنبالم بیاین. سب کن ای یام 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 خوناش یام 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 چیزی نیست. یام یام خوبی؟ عوضی با خواهرم چی کار کردی؟ یام یام خودتو نشون بده که استفاده کردم بهت شلیک میکنم. یاد چی شده؟ نور بنداز. کجا؟ اونجا. یک اون اینجاست. لعنتی. اینا هاشش. یوز سرتو بیار پایین. گمش کردیم. نمیدونیم اون کی بود ولی یام سالمه و فقط میگفت که انگار دلش درد میکنه. بعدش هم یوس آوردش خونه. اگه چیزی میتونی به همون بگی. ببینم اون زن موهای بلند و یه لباس مشکی که برای خاک سپاری داشت. تو دیدیش؟ آره توی یه معبد متروکه. من که در بسته بودم. اون عوضی داره سر به سرمون میذاره. نگران نباش. شما هم برید. من نگهبانی میدم. برو. همین اتفاقا برای نارت افتاد. مگه درباره نارت میدونی؟ یه خورده پرسجو کردم. دقیقا همینطوری بوده. یا
حالش بهتر میشه؟ خب دنبال درمان میکردیم. میگم بهتر نیست درباره دیشب به مامان و بابا چیزی بگی؟ یاد کسی حرفمونو باور نمیکنه. مثل همیشه ما مقصر میشیم. بیا به هر کدومتون 10 بات میدم. به خواهرتم بده. برید از مغازه برای خودتون خرید کنید. ممنونم یک. برای یه هم شیر میخرم و برای یه هم گوشت سرخ شده میگیرم. خودت چی؟ داداش میخوام برم دنبال گروه پاپان. میشه مراقب مزرعه باشی؟ حق نداری بهم دستور بدی، چون از وقتی رفتی من مراقب مزرعه بودم. ببخشید که ترکتون کردم. برو به کارت برسا. برای یام درمان پیدا کن. میدونم نمیذاری برامون اتفاقی بیفته. راستی خبر دارم که تو فستیوال داشتی با زن سینک حرف میزدی. خودم باهاش حرف زدم. این کارو کردم تا دفعه بعدی دیگه لازم نباشه بری تو چرخ و فلک قایم بشی. اشتها نداری؟ دلم درد میکنه. میخوام برات شیر بخرم، مطمئن باش اگه بخوری سر حال میشی. بیا یکی رو دوتا بدم بهت. پیش خودت باشه خواهر. نمیتونم ازش استفاده کنم. چرا میتونی؟ بعدم برای خودت یه چیزی بخر. بیا. خب پنیر نخل میخوای؟ خودت گفتی هوس کردی. خواهر جون منم میتونم باهات بیام. میتونیم بیرون پنیر بخوریم. آخه تو که به زور بلند میشی چطوری میتونی تا اونجا بیای؟ همینجا منتظر بمون، زود برمیگردم. باشه. برو صورتتو بشور، با مامان صحبت میکنم. بیا. خوبی؟ زود باش. منتظرم بمون. دفعه پیش که بهت گفتم بیا بیرون به مامان چغالیمو کردی. حالا دلت میخواد بیای ره؟ منظورت چیه؟
اونجا خیلی دوره، نمیتونی ببریش. خواهرت نمیتونه راه بره، چه برسه به دوچرخه سواری. دلم براش میسوزه. همش تو خونه نشسته. بهتره یه هوای تازه به سرش بخوره. ای بابا. مامان بایستا ببینم. معلوم نیست این رادیو چیشه. قربان، همونطور که گفتم شبا دیگه بیدار نمیشه و چیزایی که نمیتونست قبلا بخوره رو میخوره. راستش من خیلی نگرانشم. سر زوری چرا در رو بستن؟ مامان منم یاک. ماما یاک و گروهبان پاپان اومدن. گروهبان چویی اینجا بود. یام چی شده؟ یام چرا همچین کاری کردی؟ یام گورتو گم کن عوضی. سر به سرم نذار وگرنه درسته میخورمت. شویی روح نفرین شده. میدونم که خودتی. ای احمق، تو هیچی نمیدونی. من چویی نیستم. اسم من یامه. یام؟ ها؟ حتی جهنمم جای روح کثیفی مثل تو نیست. تا توی دنیای ما گیر افتادی. این یعنی چی گروهبان؟ مامان یام چه شده؟ ها؟ چویی دیگه کیه؟ چویی جدیدم به اینجا اومده و شایعه شده که ارواح باستانی رو بیدار کرده. اون جادوی سیاه انجام میده و دیوونه شده.
کسی جرأت نمیکنه بره نزدیکش تا مبادا دچار بدشانسی نشه. هر وقت که اتفاق بدی برای یه خانواده ای میفته مردم فکر میکنن که کار اونه. آن اینجاست؟ اون بالاست. اون لعنتی چطوری میره بالای تپه؟ بزن بریم. لعنتی! داری چه غلطی میکنی که صفت ها؟ خدای من جویی؟ گروه همه چی باید به هم بگی. فقط خواهش میکنم یه جوری بگو که منم بفهمم. چیا متوجه نمیشی؟ بهت گفتم که ارواح شرور یه بدن رو به عنوان میزبان تسخیر میکنن و بعد شبها به دنبال شکار میرن، ولی دوباره روزها برمیگردن تو بدن میزبان خودشون. چرا گذاشتی چوی خودشو بکشه؟ الان دیگه میزبانی نداره؟ همه به یه جای بهتری میرن. چه انسان چه روح فرقی نداره. یک اونا برای تسخیر یه بدن فقط به یه دندون نیاز دارن. ما خیلی دیر رسیدیم. گروهبان منظورتون اینه که اون یامو انتخاب کرده؟ امیدوارم من اشتباه کرده باشم، ولی اگه حق با من باشه اون یه میزبان جدید پیدا میکنه. امشب باید مراقب خواهرت باشی. حواستو خیلی جمع کن. منم هر کاری که از دستم بر بیاد انجام میدم. حالش چطوره؟ شکمش خیلی درد میکنه. بهش قرص دادم، فعلا خوابیده. خوبه. تو و اوگی امشب تو اتاق من بخوابی. من نگهبانی میدم. برو. بیا بریم. چهار ساعت مونده. اگه اتفاقی نیافته یعنی یامو تسخیر نکرده.
دستتون رو آتیش بگیرین، زود باشین. نه یاد ای بلند شو یاس با تو هم بلند شو. یاس ای بلند شو با تو هم بلند شو. بلند شو خواهش میکنم. یا صدامو میشنوی؟ ببخشید یک بلند شو. یک بلند شدی. یک منم قش کرده بودم. جواب بده. همه تو قش کردی. هم دوباره رفت تو حیات. یاد پاشو یاد پاشو. یاس بیدار شو پسر. یاد بیدار شو. ای تو برو تو اتاق در قفل کن. هر اتفاقی افتاد در باز نمی کنی. خیلی خواب برو. شما هم دنبالم بیاین. یا خودتو نشون بده چه صفت. نمیذارم فرار کنی. نمیتونی از دستم در بری. یک دوست اومده؟ یام تسخیر شده. از اون طرف رفت. تسخیر شده؟ این مسخره بازی ها دیگه چیه؟ تفنگو بده بهم. تو برو تو خونه بابا. بعدم باهات حرف میزنم. صدای چیه؟ زار به سرم نزار. زود باش آشغال. خودتو نشون بده. یک تحریکش نکن خواهش میکنم. بسه من میخوام یه کاری کنم تا خودشو دوباره نشون بده. اگه جرأت داری خودتو نشون بده تا دوباره با کشمه. یک تحریکش نکن ممکنه بگم آسیبی بزنه. بسه دیگه خواهش میکنم. بسه دیوونه بازی در نیار. تفنگو بده به من. بابا ولم کن. زنم تو سرتا. گفتم ولم کن بابا. تو از هیچ چی خبر نداری. تنها چیزی که برات مهمه کار کردنه. ما اصلا برات مهم نیستیم. حتی سعی نمی‌کنی به همون اهمیت بدی. نه من پدرتم. حواست باشه چی میگی. روح وجود نداره. ای بابا. چی روی بومه؟ فهمیدی ادا؟ اون یه روحه. الان باورت شد؟ خودتو نشون بده.
اون کجاست؟ مامان بابا خواهش میکنم به حرفم گوش کنین. آتیش درست کنین و نظری خاموش بشه. همینجا بمونین. شاید یام برگشت. یاس تو برو تو رخشویی دنبال یام بگرد، یا تو هم برو مزرعه بمباره بگرد. منم به مزرعه میرم. چه خبر شده؟ یک یام عباسی. ای لعنتی. میدونم اینجایی. بیا بیرون. مامان 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 یک نرو بیا پیش یا عوض نرو یک نرو بیا پیشم یک اگه میتونه بیا منو بگیر عباسی. زود باش. چی کار میکنی؟ اون مامانمونه. چی کار میکنی؟ نکنی چه غلطی میکنی روانی؟ زده به سرت. مامان چه مرگت شده؟ یک مامان جانتش بزنم. یا درو باز کن.
باش یاد، در رو باز کن. یا نگی چی کار داری میکنی؟ در رو برای یان باز میکنم. یاد، در رو باز کن. یا خواهر من هیچ وقت بهم نمیگه یاد. اگه در رو باز نکنی به زور میام تو. من اصلا نمیترسم. یاد حالت خوبه، در باز کن. حالت خوبه، جواب بدی. یاد در رو باز کن. نه مادرتون باز کنید دیگه. شما حالتون خوبه، چرا جواب نمیدین؟ در رو باز کنین، من مادرتون. مامان در رو باز کن یا یاد. یاد منم عزیزم. بیا عزیزم، بیا مامان. آروم باش. نه آروم. چی؟ خیلی خرابکاری کرده. مامان شما آقای پوتین درسته؟ ممنونم که اومدی. بعد از چیزایی که پاپام بهم گفت نمیتونستم نیام. خیلی خوب، بفرمایید بریم داخل حرف بزنیم. اول باید اطراف رو بررسی کنم. میرم براتون نوشیدنی بیارم. ممنون. سلام قربان. چه درخت بامبوی بزرگیه. یا هم دقیقا همینجا افتاد. حتما ظروف چوبی خوبی میشه ازش ساخت. بله درسته، خیلی هم طرفدار داره، ولی بابا میگه فروشی نیست و گنجی نشه. برو دیگه، بریم. به نظرم بهتره ما بریم داخل. حال خواهر من از صبح خیلی بدتر شده. صبور باش پسرم، من هنوز نتونستم اطراف خوب ببینم. سبزیجات خوبی هم دارید. مسخرمون کردی؟ آروم باش یاک. باید یاد بگیری خودتو کنترل کنی. به زودی با چالشی روبرو میشی که تو رو امتحان میکنه. اون چیزیه که با زور نمیتونی بهش غلبه کنی. معذرت میخوام، سریع عصبی میشم. خیلی خوب، وقتشه. راهو نشونم بده.
شیطان برو بیرون. به اندازه کافی دردسر درست کردی. مامان تو رو خدا بیا. مامان نرو. برام راهی نذاشتی. مامان کمکم کن. خواهش میکنم. بابا مامان اینجا. هیچی نیست. مامان وایسا. یه دقیقه گوش کن. اون تسخیر شده. مامان من درد دارم. مامان چی کار میکنی؟ اون تسخیر شده. مامان گوش کن. من اینجا. هیچی نیست. اینجا هم کنارتم. اگه کسی بهت نزدیک بشه بیچارش میکنم باشه. من اینجا هم. برین بیرون. برید. اون پیرمرد احمقم بندازین بیرون. برید بیرون. مامان دیگه هم کسی رو نیارین اینجا. بابا من که نگفتی حالش خوبه. پس چرا داره میلرزه؟ بابا پاشو ببینم. نه بهتون گفتم حالم خوبه. جاییم نمیرم. گفتم پاشو دختر. من جایی نمیرم. چطور جرأت میکنی اینطوری حرف بزنی دختری گستاخ؟ نزنش. خواهش میکنم. بابا ات کتک میخواد. آره بهت گفتم پاشو. خواهش میکنم. پاشو ببینم. میگم پاشو. بسه دیگه. تمومش کنین. بسه. دخترمو نزن. اشکالی نداره عزیزم. بابا همه از اتاق برن بیرون. بذارید پیش هم بمونن. بابا بریم. بیا بابا بیا یکم استراحت کن. چیزی نیست عزیزم. اون توی روزا ضعیفه و کاری ازش بر نمیاد. یه مدت کاری نمیتونه بکنه. تا یه مدت خنثیش کردم. زمان خیلی برامون با ارزشه. حالا چی کار کنیم؟ میشه این بامبوها رو قطع کنیم؟ معلومه که امکان نداره، چون بابام هممونو میکشه. باباتون ما رو نمیکشه، ولی اون روحی که خواهرتو تسخیر کرده قطعا این کارو میکنه. چرا باید قطعش کنی؟ قطعش که بکنی خودت میفهمی. کی بهت اجازه داده بامبوهای منو قطع کنی؟ من گفتم باید بفهمیم زیر اون چی پنهان شده. قبول دارم که رفتارای دخترم عجیبه،
ولی مگه مغز خر خوردم که به هر چیزی که تو میگی اعتماد کنم؟ ببخشید ولی باید از اینجا بری. فقط دخترت نیست که عجیب رفتار میکنه. تو هم درست مثل دخترت رفتار میکنی. رفتارت با خانوادت مثل روانی ها بود. اون کارا عادی بود. بهش فکر کن. این روح حق بازه و کنترل همه چی رو به دست میگیره. انسانی که آموزش ندیده به راحتی میتونه تحت تأثیرش قرار بگیره. حتی یه انسان قوی هم ممکنه پرخاشگر بشه. کاملا مشخصه که شما منظم و سختگیری، ولی هر اتفاقی هم بیفته اینطوری به خانوادت صدمه نمیزنی. درست میگم؟ بابا ازت خواهش میکنم، شاید این تنها راه نجات دادن ایام باشه. اگه اون زیر چیزی نبود هر کاری که تو بگی برات انجام میدم بابا. پسرا شروع کنید. وایسا، حالا بکش. وای خدا. اون دیگه چیه؟ اعضای بدن شکاراش، اعضایی که روحو به بدن میزبان متصل میکنه. همشون فاسد شدن، بهشون دست نزنید. باید اونا رو بسوزونید. یعنی دخترم واقعا تسخیر شده؟ زود باشید دیگه. باشه. بیا یاس. نکن! یود نه! یود نه! یام! نذارید نزدیک بشه! یام وایسا! یام وایسا! بلم کن. یام وایسا. یام ای ولش کنی! ولش کنی! ماما. آروم باش. یام مطمئن باش تقاطشو پس میدی. یام یام آروم باش. یام یاس بیا کمک یام آروم باش. خوب بگیریدش. پسرا بیاین. یام دختر. مرد جوان، همین حالا باید خواهرتو ببری پیش دکتر. خب چرا از آب مقدس استفاده نمی کنی؟ تو شرایط الان خواهرت محلول آب و نمک تأثیر گذارتره. کلید زنده موندن در این شرایط ذهن خیلی قویه. مرد جوان، تو باید انجامش بدی. خیلی خوب بابا، شما با یاس خواهش میکنم پیش یی بمونین. شما میتونین ازش مراقبت کنین. یاد و یاد شما با من باید بیاین. مامان تو هم مراقب یام باش. گروه بان شما هم بیا.
آقای بود، لطفاً بهمون کمک کنید. شما باید دخترم رو نجات بدین. یک، لطفاً مراقبش باش. باشه بابا. یام زود برگرد خونه. ببینم این لعنتی دقیقاً چیه؟ یه روح شیطانی؟ خیلی بدتر از روح شیطانی. قرنهاست که اینجا بوده. لعنت بهش. آخه چرا یام گرفتارش شده؟ چون اراده ضعیفی داره؟ ارواح عادی بچه ها رو هدف قرار میدن چون راحت شکار میشن، ولی این روح خیلی حقه بازه و کودکان سالمی که بیماری یا زخمی ندارن و شکار میکنه. میشه گفت یه شکار خاص. شکار خاص؟ خواهر من یه دختر معمولیه. اون قبلا با مرگ روبرو شده، درسته؟ یادم وقتی نوزاد بود به مالاریا گرفتار شد. فکر میکردم از دستش دادم، ولی به طرز معجزه آسایی درمان شد. از اون موقع به ندرت بیمار میشه. و همین باعث برتری شده. فقط یه نفر از هزاران نفر مثل اونن. وقتی یامو پیدا کرده چویی رو ترک و یامو تسخیر کرده. نار چی؟ اون دختری که مرد. اون فقط یه شکار ساده بود، مثل یه پیش غذا. اون بدنی که تسخیر کنه رو هیچ وقت دوست نداره ترک کنه. دوست داره تو اون بدن باقی بمونه. یام، طاقت بیار عزیزم. کاش من جای تو بودم. چه مهی شد یهویی؟ اون دهنتو ببند. نباید هر چیزی که میبینی و میشنوی و بگی. درست حرف بزن. خب حالا مه شده من گفتم چیزی شد؟ حالا که اینطور شد چشمامو میبندم. ببینم مرد جوان، اون تیرای مقدسی که بهت دادم الان کجاست؟ ها؟ ایناش اینجا تو تفنگه. فعلا نگهشون دار. بعدن خودت میفهمی که کی باید ازشون استفاده کنی. یام، آقای پوت، دخترم حالش خوب میشه؟ تو تب داره میسوزه. مرد جوان، الان وقت نمایشه. رسیدن به بیمارستان اصلا کار ساده ای نیست. دخترم نرد. زود باش، برو. گروه بان، میشه الان حرف بزنم یا نه؟ چشماتو ببند. اگه نتونی ببینیشون، اونا هم نمیتونن تو رو ببینن. داره نزدیک میشه. از ماشین بپریم پایین گروه. اگه بهت نگفتم خفه شو.
یاد آروم باش. آفرین مرد جوان. اون رفت. اصلا نباید برفت گوش میکردم. پیشنهاد دیگه این نداری الان؟ همش دنبالمونه، میخوای بذاری ما رو بکشه؟ شما به شلیک کردی؟ نه فکر کنم کار یک بوده. وای چقدر بزرگ شدی. ببخشید. آفرین. کلید زنده موندن در این شرایط ذهن خیلی قویه. یام زود برگرد خونه. یک، لطفاً مراقبش باش. ای کثافت آشغال، تو از ما چه میخوای؟ خوبه، پس بیدار شدی. میخواستم بکشمت بیرون. ببینم دنبال چی میگردی؟ دنبال این؟ هی خواهش میکنم. هی نه بیا تفنگتو بگیر. ولی به من شلیک نکن، چون یام نباید بمیره، درسته؟ من فقط خواهرتو میخواستم، ولی خانواده لعنتیت بی خیالم نمیشن. حالا همشونو میکشم. روح لعنتی. نه، تا حالا هیچ خانواده اینقدر منو سرگرم نکرده بودن. انتخاب خیلی خوبی بود. خیلی سرگرم کننده اید. از جون من چی میخوای؟ بگو چی میخوای؟ چطور به برادری مثل تو اعتماد کنم؟ تو غیر قابل اعتمادی. تو مایه ننگ خونوادتی.
سه تا تیر مونده. نفر بعدی کیه؟ مادرت؟ یا برادرت؟ میتونی مراسم همه رو با هم بگیری. فقط فراموش نکن منو دعوت کنی. هی تمومش کن. خیلی خوب تمومش کن. اول اینو به میکشم. جای اون منو بکش. اگه جرأت داری منو بکش. مگه میشه به همچین درخواستی نبگم؟ فکر کنم الان به یه بدن دیگه نیاز داری. یام هنوز یه تیر دیگه مونده. برو به درک. یام 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 سلام خواهر جون. بیدار شدی؟ واقعا خودتی؟ چه اتفاقی افتاده خواهر؟ من هیچی یادم نمیاد. آروم باش. حس میکنم توی خواب عمیق بودم. خیلی وقت پیشتون نبودم. بقیه کجان هان؟ یا کویود مامانو بردن دکتر. زود برمیگردن. مامان چطوره؟ دست من چی شده هان؟ ببین بعدم برای توضیح میدم. تو چرا گریه میکنی خواهر؟ چرا ناراحتی؟ چیزی نیست. بس خوشحالی عزیزم. خیلی خوشحالم که حالت خوب شده. داداش ممنون. یه خانواده رو نجات دادی. همه چی رو به آقای پوت و پاپان مدیونی. بدون کمک اونا زنده نمیموندی.
میگم یک. تو به خاطر همین موضوع بود که برگشتی؟ گروهبان به مامان گفته بود برام نامه بنویسه و شایعاتی که شده بود و توضیح بده و به هم بگی باید برگردم خونه. پس برای همین مامان اون روز گفت برم دنبال دخترم. خیلی خوشحالم که برگشتی. بیده وقتی برگردیم خونه دیگه صبح دیر بیدار نمیشم. قول میدم همه کاراتو انجام بدم تا بتونی استراحت کنی. میشه همیشه از این کارا بکنی؟ خواهر جونم. آره حتما. یا خداحافظ خواهر. چی شده؟ یکی کمک کنه. دکتر رو خبر کنه. خواهش میکنم. خدای من! عمر خیلی کوتاه است، پس بیاین خوب ازش استفاده کنیم. آینده مشخص نیست، پس بیاین نزدیک عزیزانمون بمونیم و مراقب هم دیگه باشیم و هر لحظه رو غنیمت بشمریم.
هنوز تمام نشده.